تاجیکستان تا سال 2032 تولید نیروی برق را پرره از حساب ذخیره‌های انرژتیکی سبز برای خواهد ماند. در این باره پرزیدنت امامعلی رحمان روز 11 ایون در نشست آب در دوشنبه اظهار نظر کرد. فعلا زیاده از 98% نیروی برق تاجیکستان از حساب ذخیره‌های آبی استحصال می شود. ما تصمیم گرفته ایم که این نشان دهنده را تا سال 2032 و 100% رسانیم، یعنی تولید نیروی برق را پرره از حساب ذخیره‌های انرژتیکی سبز براه مانیم. تا سال 2037 با کشور سبز تبدیل دادن تاجیکستان نیت دیگری ما می باشد. در این زمینه در برابر استفاده پوره نیروی تجدید شونده ما برنامه کبودیزارکنی طبیعت کشور را تا سال 2040 قبول نمودیم که طبق آن در این دوره باید زیاده از 2 میلیارد نهال شناخته شود. اما رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش بیشتر به مسئله کمبود آب در جهان تمرکز کرد و درباره نرسیدن آبی آشامیدنی در داخل کشور تقریبا چیزی نگفت. طبق اطلاع رسمی فعلا تنها 40% اهالی تاجیکستان در دهات از دسترسی کامل به آب آشامیدنی برخوردارند. زیاده از 70% اهالی تاجیکستان در دهات به سر میبرند. معیار دسترسی اهالی به آب تازه در شهرهای تاجیکستان زیاده از 80% است. رئیس جمهوری تاجیکستان درباره خطر آبشوی پریخانه صحبت کرد. طی چند سال اخیر از 13,000 پریخ کشور ما که منبع اساسی تشکل یافتن تا 60% ذخیره‌های آبی آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهد، 1,000 عدد آن پر آب شده است. حالا که تاجیکستان کشور صنعتی نبوده، حصه آن در حجم عمومی پرتوهای گلخانه‌ای ناچیز است. شرکت‌داران این همایش از مشکل آب در سیاره، دسترسی نداشتن میلیون‌ها نفر به آب تازه صحبت کردند. در برآمد اکثر شرکت‌داران این نکته زیاد صدا داد که تلاش‌های جامعه جهانی باید برای حل مشکل‌ها در این بخش بیشتر گردد. If water belongs to everybody, then we have to make sure that everybody اگر آب برای همه باشد، ما باید معتقد باشیم که در قبول قرار چگونه استفاده بردن آن همه شرکت کنند. چه آب آشامیدنی، چه آب پالیزی، آب برای استفاده بهداشتی و برای دیگر نیازمندی ها. هم باید فهمند که آب را باید عاقلانه تقسیم کرد. باید این گونه نباشد که آدمان آب را تنها برای استفاده خود نگه دارند. منتقدان بر اینند که چنین همایش‌ها بیشتر خصلت تبلیغاتی دارند تا عملی و هدف اساسیشان بلند بردن اعتبار تاجیکستان در عرصه بین الملل و هم تاکید بر کامیابی و اعتراف جهانی نقش رهبری آن در داخل کشور است. سومین کنفرانس جهانی در موضوع آب که با پیشنهاد تاجیکستان و کمک سازمان ملل برگزار شد تا 13 ایون ادامه می‌کند. در این همایش نمایندگان بیشتر از 100 کشور شرکت دارند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.